بیا در این باره نگیم. خب ادامه نبود نمیگیم برای که پیشکی. فقط شما همون مصرعی را بگید که وقتی که این مصرع را خواندید برای شما اجازه دادن دیگه. همون مصرع بسیار مصرع حساس بود از خطلانی، اسکندر خطلانی. گفتن که اونجا مصرعاش همش که خوب بود. در اونجا بود که درفش و توغم و رزمم، غرور و اسیانم، خروش خاک بخون خفته خراسانم. منم که تیغ حوادیث بریده هر بندم، تنی دریده صد چاک کهنه ایران. این داشتی نه ایناش بعد این دویم بود. اما این شعر بسیار هر وقتی میرفتن از من امتحان میگرفتن در او وزارت ها تا که ما راه بیاییم. بعد عجیب بود که آستان پارس تهران با تهران چی نمیکنه، یعنی کم اعتماد داشت و اجازه دوباره میپرسید از شما. همون مثل سلیم خطلانی که پنداشتی که ریشه پیوند من پنداشتی که ریشه پیوند من شکست، در سینم هزار خراسان نهفته است. این خیلی تاثیرگذار بود. بعد اینا را قصه میکنم. سلام خب این ویدیو کمی بدتر میبرد. ولی اکای جعفر جان، اخیرا چیزایی که تقریبا از شما میخوام پرسم، از این دکانی که برای خودتون ساخته نساختم، از من نیست. اجاره است؟ این اجاره است. این مال من نیست. درآمد ندارد، پس چقدر پایدارش نگاه میدارین؟ عجیب. بله خیلی مشکل است در این 2 سال اخیر. به نهایت مشکل ترین لحظه عمر من است، چون که هم سودا نیست، بعد پول اجاره را دادن آنچنان مشکل است، هیچ از تصور بیرون. خوشبختانه یکی از دوستای ما برای من وقتی که بیمار شدم کمک کرد. 6 ماه پول همین اجاره را سپارید. سلطان جان برادر عزیزم، من سپاسگزارم از طریق همین برنامه. اگر بشنوی این جوان خیلی، حتی خواستم تنها بپرسم اما آنچنان مهربانی کرد که حتی دوستای عزیزی من که تمام عمر با من بودن از من کناره جستن، منو تنها گذاشتن. اما این پسر کمک کرد و چند نفری دیگه. خرج یک ماهش چند است اینجا؟ خوشبختانه که همین صاحب همین دکان اپای لطفیه، این از یک خاندان خیلی معروف تاجیکستان است، از خانواده استاد سیدعلی ولیزاده. این اون نبیره استاد سیدعلی ولیزاده، امید جان، همسری اینا هر دوشون دکتر هستن، طبیبی، خیلی هم طبیبی. پس خیلی مهربانی میکنن. مهربان. اینا اصلا من نمیپرسن. چقدر است یک ماه اجاره اینجا؟ نمیتونم. خیلی کمه. اینا برای من خیلی من از یک عمر در تاریخ عمرم اگر چیزی بکن از همین 2 نفر که اینا سبب شدن که من در همینجا 8 سال کار میکنم و از برکت دستی همینا من همین ترانه های خود را ایجاد کرده ثبت نمودم. مثلا در شماره 30 ترانه ثبت نمودم. چرا پشت در کدام وزیر، رئیس یا صاحب کار نمیرود که این سرودای وطنداری باید ثبت شود و مبلغش اینقدر میشد؟ من نمیتونم یکی رفته یگان برم نرفتم. حتی همون وزیرا، همون ثروتمندا همش من رو میشناسن، همش ما در همیجه می نویسن تو نابغه هستی. دیگه شرط نیست که من اونجا روم. کسی لازم است بیاید این همه دری ما باز. کسی نمیخواد. خیابان رودکی چند؟ خوش به حالش. خیابان رودکی چند؟ 22. رودکی 22 نزد تئاتر اپرا بالت. رو برای بانک ملی. مغازه اسسر. بله. کسی نباید. آخرین چیزی که از شما میپرسم، جوان مردهایی که بسیار روشن فکرند و بسیار ملت از اونها انتظاری دارد ولی در خارج ما را میبینن، با اونها چی میگین؟ صدها نفر، صدها بچه ها از خارج کشور برای ما می نویسن در همین لحظه ها. از هم سپاسگزاری میکنن، در تماس میشوند. دیروز یک تشفیروزه میگه صدای شیرین شما استاد شنیدم، چقدر من خوشحال میشم. اینه صدها از بچه ها از خارج زنگ میزنن. یکی از بچه های ایرانی از
ایرانی بچه امیر گودرزی از شویتزاریا در تماس بود، کمک کرد به من. تاجیک بچه ها کمک میکنن از بیرون؟ دیروز یک دوستم سعیجان وقتی که اینجا مونده بود در این کووید، دکان من می اومده خرید میکردم این هر چیزای زمانی شوروی. دیروز زنگ زد گفت که من چند وقت باز تو را در تماس نبودم، میخوام تو را یک کمکی کنم. گفتم که من اصلا کمک نگرفتم. گفت نه. اون وقتی می اومد من نمیدید که در اینجا بیمار بودم. همین که دیروز زنگ زد به من از شهر یکاترینبورگ. نمیدونم، من کسی را نپرسیدم، اما ما از همون محبتشون راضیم. محبت و صمیمیتشون برای ما از دنیا بالاست. اکه جعفر که اگر ما یک ساعت صحبت کنیم، ما از خداوند طلب داریم. یک ساعت صحبت کنیم و یک چند مصرع وطنداری با آهنگش نشنویم گناه میشه. آخه ما از تیار نیستم. واقعا گفتید که حتی برای اینکه یک سرود وطنداری کنه حتی با طهارت روی صحنه میاییم. من برای اصلا سرودای وطن، همه سرودا، همین سرودهای عاشقانه که من خیلی برای من مشکله. برای اینها خیلی باید من فکر کنم، باید همون شب آرامی خواب باید بکنم، باید تیار باشم، از خداوند خواسته باشم. همین سخنی منو که من همین خیلی عقیده داشتم، معلمای عزیز، همین عقیده که داشتم خیال میکردن که من همین احسان جان همین سخن نگفت. کدوم احسان؟ احسان امان، همین دوستی ما همین روزها آمد. گفت که برای یک سرود من چقدر عذاب میکشیدم، چقدر باید مشکلی را پشت سر کنم تیار بشم. گفتم که من همین این سرنده افغانستانی خیلی هنرمندی پرآوازه، محبوب، دوست داشتنی. ولی چند مصرع وطنداری بعد تمام دیگه. وقتی معلم و مهمونا رو هم نگیرین، هر سرودی که شما خوشتون دارین با آهنگش فقط خواهش میکنم. عذر زیاد. کدام سرود بخونم؟ سرود زیاد دارم عزیزم. کدام؟ هر کدامی که حالی به ذوق شما نزدیکه. ترس دارم از خواندن، چون که شاید نشاید که بجز مهری وطن عشقی دیگر نیست، به فرزندانی با از ما وفادار. چو مرده به کفن میرد غم نیست، خدا از بی وطن مردن نگه دار. برخیز بر سر کنم وطن تاجیکیان را، برخیز دفاع کن این خاک و زمین را. بعد از 1000 سال سجده نمودن، داده است خداوند برات تاج و توان را. این تاج و توان، این خودسالاری باید این ما با جان احترام بگذاریم. به مردم عزیزم و پیش از همه باید ما به مردم خودمان احترام بگذاریم. مردم خودمان باید شاد بسازیم، دلهای اینها رو شاد بسازیم. اون وقت بعد ما عزیزی مردم میشویم. سلامت باشیم. و در آخر صحبت جهانی سپاس میگم به آقای جعفر که نگاه نکرده به که دو مهمون عزیز شما اومدن باز برای ما فرصت جدا کردن. بچه‌ای که دوشنبه اومدین حتما خیابان رودکی 22 استاد عزیزی ما در همین لحظه اومد، معلمای عزیزم دوست داشتن سارا مظفرشاهی و ممتاز نازنین ناگهانی از لندن. صفا آوردی. همیشه دکان استاد پر از مهمان است. وقتشون جدا کردن. شاید که بشنون همه جا صدای ما را. بیایم بعد. کاش که من همین هیچ چیز نمیخوام، همین یک دکان اگر برای ما تقدیم میکردن در همین برای خاطری همین آهنگ هایی که اگر به همین نسل تاثیرگذاری کرده باشه. و من فکر میکنم که نیست جایی که ما سرود نخوانده باشیم، نه وزارت دفاع، نه وزارت امنیت، نه وزارت کار داخلی، نه باغچه بچگانان، نه خانه های پیرانسالان، نه خانه های کودکان، تمامی سرحد همه جا صبح شام با سرودهای ما به نامت قسم ای وطن، یا که دوباره می سازمت وطن، یا در خونی
من غرور نیاگان نفته نفته است. بله. اگر در مجموع این 20 ترانه هایی که پرچم ننگ نام ما و آیت خودشناسی و دیگه و دیگه و دیگه، خیلی همین یک دکان در همین خیابان مرکزی یک دکان برای من توفه میکردن. همین دوستای عزیزی که تمام روز مرا برای من نه برای که دوستا میآید. آیا شما میدونید که دیروز احسان جان آمد، اول پیش من آمد، این عکس شپرت افتم اینجا عکس داریم در همین دکان. یک شخصیت بزرگ فرهنگی خراسانی بزرگ. اولی گو از فرودگاه آمده شب، اولین بار پیش تو میایه. اولی بار استاد سپند، مسعود سپند اینجا میایه، استاد رنجبر اینجا میایه، تمامی هنرمندای دنیا اینجا سراغ میایه. اینا که ممتاز جان از انگلیس آمده است، از تمامی دنیا میآیند. من نمیدونم اینا را کجا قبول کنم. اگر خانم برم یک خانه 3 حجرگی اونا میگن ما نمیریم خانه. باور دارم که بچهای بنانگ و بناموز در یک کشور هستن ان شاء الله. همین یک دکان باشه، هم جای کار، هم جایی که همین یک گوشش مهمانام دیوان مونیم، یک قهوه بیاریم براشون، میوه بیاریم از ونجی بهشتی برای ما میوه آوردن، چی خوب میشه هم برای این مردم هم برای من. وقتی بچه ها اومدن نوار برداری برای یک فیلم، نه اینا را من برای اینا اجاره گرفتم، شاک کشیدن که چگونه تو برای ما اجاره میگیری با این آهنگایی که تو ایران تسخیر کردی، تو برای ما اجاره میگیری، تو یگان خانه دیگر نداری. وقتی سرودی در خون من غرور نیاگان نهفته است، علی اصغر شیردوست وقتی اینش شنید گفت این هنرمندی سرشناسی تاجیکستان یگانه نفری که سرودش در سفارت ما طنین انداز است. اینا استاد سیلحشور گفت، با آدم عادی نه، نفری که فیلم حضرت عیسی را کارگردانی کرده به نوار گرفته است، یگانه نفر هنرمند. و این عنوان برای من استاد سیلحشور داده است، استاد علی اصغر شیردوست، سابق سفیر بودن. آره، هنرمندی سرشناس. زنده باشید بچه‌ها و خواهش میکنم این ویدیو صحبت که در هر کجا که نشر میکنین از مؤلفش اجازه پرسین، بسیار خواهش میکنم و به شکل کوتاه کردن نمونید هیچ وقت. اگر میخواین ویدیو را پرره مونید حتما از مؤلف اجازه گیرید که همون سیلکش به شکل پرره مونید، چون هر پاره صحبت اگر قایچی کرده مونید به در نمیخورد. به همین خاطر صحبت ما به قایچی نام دارد، از سلسله صحبت های هست که ما به قایچی برای شما پیشنهاد میکنیم. سربلند باشید. و من در پایان میخوام به مردم عزیزم در این روزهای خزانریزی فصل پاییز برای شما بهار میخواهم. همه این زردی ها پشت سر شوند، اون در بیرون، همه زردی ها، همه بیماری ها، همه بدبختی ها پشت سر شوند و در این سال نوی که می آید یک سال پر از فیض، سال پر از صحتمندی، خوشروزی باشد و همه عزیزان به دیدار یکدیگر برسند. تشکر.